او جایی که قرآن کریم برای مشرکین و کفار به عنوان بل هم اضل تعبیر کرده، در اوجا بر ما زدن کرامت انسانی نیست، بلکه بی‌معنا بودن زندگی از این هاست. این معناست، یعنی کافر از حیوان کده هم پستر شده. این حیوان خب بر خود هدف تعیین کرده، ولی با این کل که ما کل دنیا را و این کائنات را به خاطر همین انسان جور کرده، ولی متاسفانه که این انسان رفت در حضیض حیوانات داخل شد، جز نفس بهیمی و شهوانی دیگه چیزی ندارد. بنابراین یک مقایسه از روی هدف است. در اوجا که کرامت به معنی ازی که چگونه تکفین شود، چگونه باید مورد احترام قرار بگیرد و چیزی که رسول ما صلی الله علیه و سلم در زندگیش عملی کرده است. حتی ببینید که در جنگ وقتی که عسکر میرفت برش میگفت که زن اوش کنی غرض نگیری، سفید غرض نگیری، کسی که در صومعه ها عبادت میکنه غرض نگیری، و مسلح کسی که مثلا اصحاب کرام را مشرکین مسلح کردن، گوش بریدن، چشمش کشیدن، بینیش قطع کردن، از حضرت حمزه را می رقم کردن و پیغمبر علیه السلام مسلمان ها بسیار قهر بودن که اگر مشرکین را میگرد همه تو میکردن، ولی اسلام آمد منع کرد که به خاطر کرامت انسانی و حرمت برای انسان چون این حق ما نداریم که اونا چون بینی را بریدن ما میبینیم، این رقم کار نمیکنیم. دقیق شدن؟ بنان کرامت انسانی محفوظ است برای هر انسان، حتی برای حیوان. ما نمیخوایم که امور بسیاری با کار ده که چی بوده و تیز نباشه گلونش قطع کنیم. انسان خوب بگذار و حرمت باید بگذاریم، بی‌هویتش نکنیم، جایگاهش گرامی بداریم. ولی او به او تعبیر که میگه از روی هدف و همون جایگاه فکری است که تعبیر میشه.